پزشکیان میگه آب نیست، باید جیره بندی کنیم، اما عمرن بهت بگه ما خودمون چوب حراج زدیم به آب این مملکت. سال 1379 وزارت نیرو یک قرارداد 30 ساله با کویت بست. موضوعش چی بود؟ فروش روزانه 1 میلیون متر مکعب آب شیرین کارون به کویت. میدونی یعنی چقدر؟ یعنی ثانیه 11600 لیتر آب گوارای ایران به جای اینکه برسه به خوزستان تشنه سرازیر شد اون بر آب، اونم برای 30 سال. چرا حالا؟ چون استدلال آقایون این بود که آب کارون زیادی است و داره هدر میره تو خلیج فارس. گفتن چرا مثل نفت نفروشیمش و دلار نگیریم؟ و نتیجهش چی شد؟ کویت با اون آب صنایعش رو جون داد و پرونده بحران آبش رو بست و ما اینجا موندیم و کاسه چه کنم و دعا برای اومدن 2 قطره بارون. اگه طاقت شنیدن حقایق سانسور شده رو داری، پیج تاریخ مدرن رو دنبال کن.